درود به همه فارسی زبانان عزیز، امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام یه سوال جالب واسهتون حل کنم که نسبتاً ایده جالبی داره. 25 به توان x به علاوه 10 به توان x میشه 3 تا 2 به توان 2x به علاوه 1 و ما میدونیم که x مون یک عدد حقیقیه و میخوایم بریم که پیداش بکنیم. خب برای شروع اولین چیزی که به ذهن من میرسه اینه که این 25 و 5 به توان 2 بنویسم. یعنی میشه چی؟ میشه 5 به توان 2x. داستان چیه؟ وقتی مثلا شما داشتی a به توان b، مثلا حالا یه توان c همینجوری داشتی، چجوری مینوشتی؟ مینوشتی a به توان bc دیگه. خب اینجا داستان همینه. به علاوه به جای 10 به توان x هم میتونی بنویسی 2 به توان x ضرب در 5 به توان x دیگه. این همون 10 به توان x برابر با 3 تا 2 به توان 2x ضرب در 2. چرا؟ چون 2 به توان 2x به علاوه کو میشه 2 به توان 2x ضرب در 2 نوشت. حالا یه کار مفیدی که میشه کرد چیه؟ یه کار مفیدی که میشه کرد اینه که بیایم دو طرف رو به 2 به توان 2x تقسیم بکنیم. من یه بار معادله رو کامل بنویسم. اولش 5 به توان 2x به علاوه 2 به توان x ضرب در 5 به توان x برابر با 6 تا 2 به توان 2x. حالا من اگه بیام دو طرف رو تقسیم به 2 به توان 2x بکنم چه اتفاقی میفته؟ اتفاق مفیدی میفته. سمت راستت که یه دونه 6 فقط میمونه، ولی اینجا سمت چپ 5 به توان 2x به روی 2 به توان 2x به علاوه 2 به توان x ضرب در 5 به توان x به روی 2 به توان 2x. اون سمت راستم که یه دونه 6 داریم. خب یکم ساده بکنیم. سمت چپ رو اگه بخوای ساده کنی میتونی بنویسی 5 دوم به توان 2x. خوبه دیگه. 5 دوم به توان 2x این ایده خوبیه. این هم اگه بیای ساده بکنی نگاه کن 2 به توان x رو میتونی با این 2 به توان 2x بزنی، یه 2 به توان x تو مخرج میمونه دیگه. پس میشه نوشتش 5 دوم به توان x که این خودش برابره با 6. قطعا دیگه از اینجا بعدش متوجه میشید که چی کار میشه کرد. ایدهش خیلی واضحه که 5 دوم به توان x رو یه تغییر متغیر جدید بگیریم مثلا t. خوبه. حالا معادلمون رو بازنویسی میکنیم دیگه. خواهیم داشت t2 به علاوه t منهای 6 برابر با 0. اینو خیلی راحت میتونی تجزیه کنی. بنویسی t به علاوه 3 ضرب در t منهای 2 مساوی با 0. چرا؟ چون دو تا عدد میخوای ضربش بشه منفی 6 جمعش هم بشه 1 که منفی 2 و 3 این ویژگی رو دارن. حالا دو حالت داریم اینجا. حالت اولمون اینه که t برابر با منفی 3 باشه که t چی بود؟ 5 دوم به توان x، یعنی 5 دوم به توان x بشه منفی 3 که قطعا این جواب ما نیست. چرا؟ چون که ما دنبال اینیم که عدد حقیقی رو پیدا کنیم که این شرط رو داشته باشه. t اگر 2 باشه چه اتفاقی میفته؟ 5 دوم به توان x برابر میشه با 2. خب این خوبه دیگه. الان x تو میتونی بنویسی چی؟ میتونی بنویسی لگاریتم 2 در مبنای 5 دوم 2 در مبنای 2 و این تنها جواب حقیقی معادله ماست. چرا بالای جواب نداره؟ الان نمودارش رو میکشم متوجه میشید. مثلا نگاه کن، اگر این نمودارش باشه این محور y اینم x، مثلا حالا 5 دوم به توان x رو بخوای رسم کنی، چون 5 دوم خودش از یک بیشتره یه همچین تقریبا بخوام بکشم یه همچین نموداری پیدا میکنه. اینم که 1. خب و این نگاه کنید رو وای های این نمودار هیچ وقت منفی نیست، حتی خود صفر هم نیست، بزرگتر از صفره و تو منفی بی نهایت به صفر میل میکنه. خب ولی هیچ وقت منفی نمیشه. پس در نتیجه ما جواب حقیقی واسه 8 نداریم و تنها جوابمون شد لگاریتم 2 در مبنای
5 دوم. اگه ویدیو دوست داشتین حتما لایکش کنید، با دوستاتون هم به اشتراک بذارین، چنل هم سابسکرایب کنید تا از آخرین ویدیوها با خبر بشین. لینک کانال تلگرام داخل بخش توضیحات همین ویدیو قرار دادم. تا ویدیو بعد، بدرود.